سرخط خبرها. چهارمین روز جنگ امریکا و اسرائیل علیه ایران، نگرانی‌ها از بحران فراگیر منطقه‌ای افزایش یافته است. ما به ایران حمله کردیم چون اسرائیل در صدد آغاز حمله بود و نیروهای ما در خطر قرار می‌گرفتند. کشته شدن پیش از 150 نظامی پاکستانی در عملیات رد ظلم. وزارت دفاع امارات اسلامی از تصرف ده‌ها پاسگاه و سرنگونی 5 پهپاد پاکستانی خبر داد. تقریبا بگوییم که 150 نفر از دشمن هلاک گردیده است. خواستها برای پایان تنش و درگیری. یونما میگوید که 46 غیر نظامی در حملات پاکستان به افغانستان جان باختند. ټول بریدونه چې شوې ده په هغه کې ملکیان، ښځینه، ماشومان په شهادت رسیدلې ده. و رشد چشمگیر تجارت با آسیای میانه در سال 2025. وزارت صنعت و تجارت از افزایش 43% واردات و 77% صادرات خبر داد. یعنی در حدود 43% افزایش را در یک سال نشان می‌دهد. سلام بر شما با بسته خبر این ساعت میز خبر از آفاق خوش آمدید. امروز شنبه 12 مهوت 1404 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 3 مارس 2026 میلادی. من فردین سعیدی هستم. مشروع خبرها. جنگ مشترک امریکا و اسرائیل علیه ایران وارد 4مین روز شده و با گسترش حملات و ضد حملات دامنه آن از تهران تا خلیج فارس و چند کشور منطقه کشیده شده است. گزارشی از عبدالله بصیر. خاورمیانه در یکی از بحرانی ترین دوران تاریخ خود به سر میبرد. جنگ مشترک امریکا و اسرائیل علیه ایران وارد 4مین روز خود شده و شعله‌های آن از سواحل دریای مدیترانه تا تنگه هرمز زبانه می‌کشد. آنچه با حملات هوایی آغاز شد، اکنون به یک جنگ منطقه‌ای تمام عیار تبدیل شده. موج‌های سنگین بمباران بر پایتخت ایران ادامه دارد. از شمال شهر و محوطه سازمان صدا و سیما تا مناطق مسکونی صدای انفجار قطع نمی‌شود. ارتش اسرائیل مدعی است که برتری هوایی بر تهران را به دست آورده و هدفش نابودی توان موشکی و هسته‌ای ایران است. تاکنون 10 نظامی اسرائیل در این جنگ کشته شدند، همچنین 6 سرباز آمریکایی کشته و 18 نظامی دیگر زخمی شدند. اما چرا این جنگ آغاز شد؟ مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در کنگره این کشور روایت جدیدی ارائه کرد. ما به ایران حمله کردیم چون اسرائیل در صدد آغاز حمله بود و نیروهای ما در خطر قرار می گرفتند. بنابراین پیشگیرانه عمل کردیم و تغییر رژیم هدف مستقیم ما نیست. در مقابل عباس عراقچی وزیر خارجه ایران با رد ادعای روبیو گفت که هیچ تهدیدی از سوی ایران علیه آمریکا وجود نداشت. هرگز هیچ به اصطلاح تهدیدی از سوی ایران علیه امریکا وجود نداشت. ریخته شدن خون امریکایی‌ها و ایرانی‌ها به گردن معتقدین به اسرائیل اول است. شماری از اعضای دموکرات کنگره آمریکا نیز ادعاهای دولت ترامپ درباره توجیه حملات به ایران را زیر سوال بردند. عربستان سعودی دیکتاتور بیرحمی است که هیچ مخالفت را تحمل نمی کند. دولت بنیامین نتانیاهو 72,000 تن را در غزه کشته است که بخش عمده آنان را زنان و کودکان تشکیل می دهد. پاسخ ایران اما سریع و قاطع بود. سپاه پاسداران در ادامه عملیات وعده صادق 4 ساختمان اصلی فرماندهی و ستاد پایگاه هوایی آمریکا در منطقه شیخ عیسی در بحرین را هدف قرار داد. گزارش‌ها حاکی از انهدام ساختمان فرماندهی و ستاد این پایگاه است. همزمان ایران تنگه هرمز را رسما بسته اعلام کرد. اقدامی که بازارهای جهانی را تکان داد و قیمت نفت را بیش از 9% افزایش داد. دامنه جنگ به خاک متحدان آمریکا نیز کشیده شد. سفارت آمریکا در ریاض هدف حملات پهپادی قرار گرفت و تمام خدمات قنسولی خود را لغو کرد. واشنگتن با صدور هشدار فوری از تمام شهروندانش خواست فوراً خاک 14 کشور خاورمیانه را ترک کنند.
دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا در واکنش به این حمله اعلام کرد که واشنگتن به زودی پاسخ تلافی‌جویانه خواهد داد. هنوز چشمانداز روشنی از پایان این درگیری‌ها وجود ندارد، هرچند که ترامپ و نتانیاهو گفتند که جنگ بیشتر از چند هفته طول نخواهد کشید. جنگ 4 تا 5 هفته طول می کشد، اما قابلیت ادامه بسیار طولانی تری دارد. موج بزرگ حملات هنوز نیامده. اهداف نابودی توان موشکی و دریایی ایران، توقف برنامه هسته‌ای و قطع حمایت از گروه‌های نیابتی است. جنگ به پایان نخواهد بود و چند زمان طول می کشد، اما نه سالها. حمله پیش‌دستانه برای جلوگیری از تهدید هسته‌ای و موشکی ایران بود. در حالی که حملات و ضد حملات وارد 4مین روز خود شده، هنوز هیچ نشانه روشنی از برقراری آتشبس فوری دیده نمی شود. سازمان ملل متحد و شماری از کشورها خواستار خویشتن‌داری و بازگشت به مسیر دیپلماسی شدند، اما دامنه درگیری‌ها از مرزهای اولیه فراتر رفته و به لبنان، عراق، یمن و کشورهای خلیج نیز کشیده شده است. وزارت دفاع امارات اسلامی اعلام کرده است که از آغاز عملیات رد ظلم علیه نیروهای پاکستانی بیش از 150 نظامی پاکستانی کشته و بیش از 200 تن دیگر زخمی شدند. گزارشی از نصر امیری. وزارت دفاع امارات اسلامی در نشست مشترک خبری با دفتر سخنگوی امارات اسلامی اعلام کرد که از آغاز عملیات موسوم بر رد علیه نیروهای پاکستانی تا اکنون بیش از 150 نظامی پاکستانی کشته و بیش از 200 تن دیگر زخمی شدند. با گفته عنایت الله خوارزمی، در این مدت نزدیک به 40 پاسگاه نظامی در امتداد خط فرضی دیورند به تصرف نیروهای امارات اسلامی درآمده است. وی همچنین افزود که از آغاز این عملیات تا اکنون حدود 28 تن از نیروهای امارات اسلامی جان باخته و دست کم 42 تن دیگر زخمی شدند. از ابتدا از آغاز عملیات انتقامی رد ظلم تا کنون بیش از 35 پسته، تقریبا 40 پسته از دشمن فتح گردیده و بیش از تقریبا بگوییم که 150 نفر از دشمن هلاک گردیده است. البته این آماری که ما میگیم نه آمار نه اغراق است نه افراط است، آمار واقعی است. ما نیاز نداریم مثل دشمن ناکام با آمار دروغین اذهان مردم را مغشوش بکنیم. این آمار واقعی هست. سخنگوی وزارت دفاع همچنین گفت که طی 24 ساعت گذشته در امتداد خط فرضی دیورند در ولایات کندهار، ننگرهار، کنر، نورستان، خوست، پکتیکا و پکتیا 25 مورد درگیری شامل عملیات‌های تهاجمی و دفاعی رخ داده است. با گفته وی، در نتیجه این درگیری‌ها 13 پاسگاه نظامی پاکستان تصرف و به دست نیروهای امارات اسلامی افتاده است. عنایت الله خوارزمی همچنین افزود که در جریان مقابله با حملات هوایی پاکستان 5 فروند هواپیمای بی‌سرنشین پاکستان در برخی ولایات سرنگون شده است. در 24 ساعت گذشته در ساحات مختلف خط فرضی دیورند 25 بار درگیری رخ داده است، شامل حملات تعرضی و دفاعی. در این درگیری ها 13 پسته نظامی دشمن زیر رگبار حملات مجاهدین تخریب گردیده و به دست مجاهدین افتاده است و تعداد 4 نفر از دشمن هلاک گردیده و تعداد زیاد دیگری هم زخمی شده است. معاون سخنگوی امارات اسلامی در این نشست خبری با ارائه آمار تلفات غیر نظامیان اعلام کرد که در پی حملات هوایی پاکستان بر خاک افغانستان 110 غیر نظامی جان باخته و 130 تن دیگر زخمی شدند که بیشتر قربانیان را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند. همچنین حمدالله فطرت نیز افزود که این حملات علاوه بر تلفات انسانی، خسارات مالی گسترده نیز بر جای گذاشته است که در پی آن 37 خانه مسکونی به گونه کامل و 216 خانه دیگر به صورت جزئی تخریب شده است. و افزود که در پی این حملات بیش از 8000 تن از باشندگان محل ناچار به ترک خانه های خود شدند. متاسفانه زموږ 110 تنه ملکی او عام هیوادوال چې تر 15 شپېته زیات په دې کې ښځې او ماشومانو په شهادت ورسول او 123 تنه نور چې د دې هم غوڅ اکثریت یې ښځې او ماشومان تشکیلوي ټپیان شوي دي. په دې بریدونو کې د عامو ولسي خلکو د مرګ ژوبلې تر څنګ هغوی ته پراخ مالي زیانونه هم راوښتي دي. تر دې مهاله 30 کورونه په دې بمبارونو کې بشپړ او 314 نیمه تخریب شوي دي. درگیری های نظامی میان کابل و اسلام آباد در حال وارد 6مین روز شده که تا اکنون هیچ چشمانداز روشنی از صلح یا آتش‌بس میان دو کشور دیده نمی شود.
هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان اعلام کرده است که در پی درگیری‌های اخیر میان افغانستان و پاکستان دست کم 46 غیر نظامی جان باخته و 104 تن دیگر زخمی شدند. آناهیتا اندر با شرح بیشتر. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان اعلام کرده است که در درگیری‌های نظامی میان افغانستان و پاکستان 46 تن جان باخته و 104 تن دیگر زخمی شدند. یونما گفته که بیشتر قربانیان زنان و کودکان هستند. در گزارش این سازمان آمده که این تلفات عمدتاً در ولایت‌های پکتیا، ننگرهار، کنر و خوست ثبت شده است. یونما از طرف‌های درگیر خواسته تا به تنش‌ها پایان دهند. افراد ملکی را شهید ساختن به شمول اطفال و خانم‌ها را جهان سکوت کرد. این برای ما جای سوال داره. خاصتا سازمان همکاری های جهان اسلام باید یک پیام واضح داشته باشند. افغانستان از منافع ملیش دفاع کرده میتونه، اما اساس حکومتداری در افغانستان به سه اصل است: اقتصاد محور بودن، عدم مداخله در اون کشورها و امنیت. از سوی دیگر راجنات سینگ وزیر دفاع هند گفته که عملیات سیندور همچنان ادامه دارد و در صورتی که پاکستان اقدامات خصمانه خود را متوقف نکند، هند پاسخ قوی خواهد داد. او در سخنرانی خود تاکید کرده که دهلی نوطور به پاکستان پاسخ خواهد داد که جهان را حیران خواهد کرد و این بار تحت هیچ شرایط بخشش در کار نخواهد بود. روسیه دی، چین دی، ایران دی او هند دی یو سیمایز اجماع را وغواړي، امنیتی کنفرانس را وغواړي او ټول بریدونه چې شوې ده په هغه کې ملکیان، ښځینه، ماشومان په شهادت رسیدلې ده، هغه نه مستندسازي وکړي او بالاخره د افغانستان او پاکستان کشالې په هکله یو سیمایز اجماع ترسره شي. در همین حال شمار از آگاهان سیاسی میگویند که تجدید تنش‌ها پیامدهای ناگوار بر منطقه در پی خواهد داشت. تداوم این جنگ‌ها مشکل بین این دو کشور نه تنها حل نمیکنه، بلکه این ابعاد وسیع‌تر کسب میکنه و به شکل از اشکال در عقب این جنگ‌ها کشورهای دیگی که به اصطلاح دست حمایت پنهان و آشکار دارن یعنی بیشتر شده میره و این خود به خود باعث از این میشه که جنگ ابعاد گسترده کسب. این در حال است که با گذشت 5 روز هنوز هم هیچ روشنی از توقف درگیری ها میان کابل و اسلام آباد دیده نمی شود و تنش های لفظی و درگیری های نظامی همچنان ادامه دارد. وزارت صنعت و تجارت افغانستان اعلام کرده است که مبادلات تجاری با کشورهای آسیای میانه در سال 2025 رشد چشمگیری داشته است. به گفته سخنگوی این وزارت، حجم واردات از این کشورها 43% و حجم صادرات 77% افزایش یافته است. باز هم گزارشی از آناهیتا اندر. وزارت صنعت و تجارت در آمار تازه از رشد چشمگیر تجارت افغانستان با آسیای میانه در سال 2025 خبر داده است. آخوندزاده عبدالسلام جواد سخنگوی این وزارت میگوید که مبادلات در سال 2025 نسبت به 2024 رشد قابل توجهی داشته و داد و ستد با کشورهای ازبکستان، قزاقستان، تاجیکستان، قرقیزستان و ترکمنستان افزایش یافته است. عبدالسلام جواد همچنان افزوده است که واردات از این کشورها از 1.679 میلیارد دلار در سال 2024 به 2.399 میلیارد دلار در سال 2025 رسیده که رشد حدود 43% را نشان می‌دهد. صادرات نیز از 122 میلیون دلار به 216 میلیون دلار رسیده که رشد 77% را نشان می‌دهد. افغانستان با کشورهای مانند ازبکستان، قزاقستان، تاجیکستان، قرقیزستان و ترکمنستان داد و ستد گسترده‌تری را تجربه کرده است. واردات از این کشورها از 1 میلیارد و 679 میلیون دلار در سال 2024 به 2 میلیارد و 399 میلیون دلار در سال 2005 رسیده، یعنی در حدود 43% افزایش را در یک سال نشان می‌دهد. در همین حال شمار از آگاهان مسائل اقتصادی میگویند که کشورهای آسیای مرکزی زمینه مناسب برای تجارت افغانستان فراهم می‌کنند. آنان تاکید می‌کنند که آسیای مرکزی دروازه به بازارهای اروپایی و روسیه است و این امر وابستگی به پاکستان را کاهش می‌دهد. کشورهای آسیای مرکزی یک دروازه است که اجازه میده افغانستان به بازارهای اروپایی و همچنان روسیه که ای خود در ذاتش یک بازارهای خیلی مهم و بزرگ می باشه و همچنان آنچه ما نیاز داریم فعلا بدون از اینکه ما متکی بیشتر به پاکستان و یا ایران باشیم، ما میتونیم کالای مورد نیاز خود از طریق کشورهای آسیای مرکزی وارد بکنیم.
در صورت فراگذاری هرچی بیشتر امکانات و تسهیلات لازم در بخش صنایع دستی و زراعت میتونه بیشتر صادرات را افغانستان را به کشور خارجی افزایش بده که این امر نه تنها سبب میشه تا اقتصاد افغانستان رشد بکنه، بلکه سبب میشه تا زمینه را مساعد بسازه تا سایر کالاهای صادراتی افغانستان نیز اعتبار پیدا بکنه. گفتنی است که با روی کار آمدن دوباره امارت اسلامی، حکومت سیاست اقتصاد محور و تعامل با کشورهای منطقه را روی دست گرفت که این امر باعث رشد چشمگیر مبادلات تجاری میان امارت اسلامی و منطقه شده است. سپاسگزاری میکنیم از همراهی شما تا این دم. با همین ترتیب رسیدیم به پایان بحثی خبر این ساعت از میز خبر. تا دیدار بعد، خدا نگهدار.